بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام دختر باران، سلام کوثر قرآن، سلام خواهر خورشید، سلام فاطمه ایران. السلام علیک یا فاطمه المعصومه. سلام خانم ها، آقایان محترم، هم نفسه نازنین، دوست داشتنی و همیشگی یاد خدا. الهی حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. من که لیاقت و شایستگیش رو ندارم، ولی همچنان به دعای شما نایب الزیارتون هستم در حرم مطهر کریمه آل طاها شفیعه روز جزا، زینب امام رضا، خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. انشاءالله که شما هم خیلی زود زیارت با مرام و معرفتشون نصیب و قسمتتون بشه که در این صورت بهشت برازنده شماست طبق فرمایش معصوم علیه السلام. با این امید و آرزوی قشنگ برای شما ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه خودتون یاد خدا رو همراهی بفرمایید. خواهش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این نوبت از یاد خدا بیشتر ما از قرآن کریم کلام خدای سبحان یاد میکنیم و تورقی و تأملی و تدبری در یکی دیگر از سوره های مبارکه قرآن کریم به کارشناسی استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین صبوحی عزیز که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم محمدتون. خیلی خوش آمدید و رحمت الله. ممنونم از لطف شما. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بیننده های عزیز دارم. امیدوارم در این مکان نورانی و در محضر پرفیض قرآن کریم هممون بهره مند باشیم با برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی آمین. به نفس حقتون انشاءالله. آقا کدوم یکی از سوره ها رو در نظر گرفتیم؟ به امید خدا قرار مهمان سوره مبارکه فجر باشه. خیلی هم عالی. سوره مبارکه فجر بسیار عالی. شروع کنم؟ بله بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فجر 30 آیه داره. فکر میکنم در یک جلسه ما نمیتونیم این سوره رو جمع بندی کنیم به طور کامل. 2 جلسه انشالله اختصاص میدیم به این سوره. فعلا جلسه اول حالا فکر میکنم انشالله تا آیه 15-16 بتونیم با هم. چند آیه است کلا؟ 30 آیه. بله انشالله بریم انشالله. ابتدای سوره چند تا قسم ما میبینیم که قسم میدونید برای تأکیده. ما تو عرف خودمون هم وقتی قسم یاد میکنیم به خدا، به پیغمبر، هرچی برای تأکید کردن یه معنایی قسم یاد میکنیم. قرآن کریم هم خدا با ما که خواسته صحبت کنه یه جاهای قسم خورده که یه چیزی رو تأکید کنه. اما قسمای اول سوره فجر یه مقدار عجیبه، چون چند تا قسم رو مطرح میکنه، بعدش هیچ جمله‌ای که بخواد اون جمله رو تأکید کنه ذکر نمیکنه. عجب. یعنی اون آخرش رو میذاره به عهده خودت، انگار شما باید نتیجه گیری کنی از این قسم ها. باید سوره رو بخونی بعد بفهمی با این قسم ها میخواست چی بگی. من اینو وعده میکنم برای بیننده های عزیز توی برنامه دنبال بکنن. انشالله در پایان جلسه دوم ما خواهیم رسید به این که این قسم ها دقیقاً کجا رو نشانه گرفته بود و چه چیزی رو میخواست تأکید کنه. من اینجا فقط یادی کنم از این قسم ها. والفجر، قسم به سپید دم. یه سپید دم مشخصی هست توی قرآن کریم که خدا به اون سوگند یاد کرده. اینجا حالا با توجه به مطالعاتی که در جای خودش باید توضیح بدیم، منظور سپید دم عید قربانه. این هر سپید دمی نیست. هر سپید دمی نیست. والفجر، یه فجر مشخص، یه سپید دم معین. و لیال عشر، و به 10 شب قبلش. ببینید لیال عشر شبهای 10 گانه‌ایه که منتهی میشه به این سپید دمه. این میشه همون دهه ذوالحجه، شبهای دهه ذوالحجه که منتهی میشه به صبح عید قربان، روز 10 صبح عید قربان که اون وعدنا موسی. بله احسنت. این همون اون اتممناها به عشری که قرآن فرموده، این کدشه. من گفتم با توجه به این مطالعاتی کدش همینه. که و لیال عشر. عشر کجا آمده تو قرآن؟ اتممناها به عشر. اصلا جریان اتمام میقات و همین دهه ذوالحجه و اینا. و شفع و الوتر. شما نگاه کنید وقتی
انتظار میکشید برای اینکه یک حقیقتی اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید همه نشستیم منتظر نوروزی، لحظه تحویل سال. شما انتظاری که میکشی، نزدیک که میشی به ساعتها یا به لحظه های مثلا عید نوروز، شمارش معکوس رو شروع میکنی. این و شفع و الوتر شمارش معکوس شبهای دهگانه است. عجب. یعنی اون 10 شبه سپری شده، شما رسیدی به 2 تا شب آخرش، 3 تا شب آخرش. اون 3 شب آخر رو خدا اینجوری یاد میکنه. ببینید، والفجر، قسم به سپید دم، آن سپید دم معین عید قربان، و لیال عشر، و به شبهای دهگانه، و شفع و الوتر و اللیل اذا یسر، قسم به شب 8مش، شب 9مش و شب 10مش، به لحظه های سپری شدنش. یعنی 3 تا از این شبا رو اون آخر میشموره. یعنی اون روز ترویه و عرفه و احسن قربان، همه اینا رو. شب ترویه، شب عرفه، شب قربان، 3 شب خاص آخر رو میشموره. و شفع یعنی زوج، قسم به زوج. زوج از بین این شبها کدومش زوج مهمتریه؟ اون 8می. و الوتر، قسم به فرد، اون 9می. و لیل اذا یسر، از تو این 10 تا شب قسم به اون یه شب، اون لحظه‌ای که داره، لحظه هایی که داره سپری میشه، اذا یسر میشه شب 10می. حالا چی بوده؟ جریان چی بوده؟ جریان قربان کلن چیه؟ من خواهش میکنم فقط به این فکر کنیم، الان نپردازیم. جریان قربان، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام به قربانگاه بردن، بعد اون شبهای پایانی، اینا مطالبی داره که من وعده کردم انشاءالله برای پایان جلسه دوم از سوره مبارکه فجر بهش بپردازیم انشاءالله. حالا پایان این قسم ها فرمود هل فی ذلک قسم لذی حجر، یعنی خدا هیچ جواب قسمی بیان نکرد، فقط یه سوال کرد. به اندازه کافی تأکید کردم برای این قسم، به اندازه کافی قسم خوردم. برای آدم عاقل به اندازه کافی تو این سوگندها تأکید وجود داشت. با یه سوال تمام کرد که شما این فکر من و شما رو درگیر کنه که دنبال جواب این سوال بگردیم. خدا چی رو میخواست تأکید کنه و آیا واقعا با این قسم ها اون تأکید شد یا نشد؟ هل فی ذلک قسم لذی حجر. اینجا فعلا ما از قسم ها فاصله میگیریم، وارد متن سوره بشیم ببینیم خدا چی میخواد به ما بگه. الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی پروردگار تو با قوم عاد چگونه رفتار کرد؟ قوم عاد کیو میگی خدایا؟ ارم. قوم عاد نمادش ارمه. ارم اون شهر بزرگ باستانی تمدنیه که قوم عاد بنا کرده بودن، دیگه زبان زد بود، سرآمد بود. ارم ذات العماد، اون شهر مستحکم، برج و بارو، ستونهای سر به فلک کشیده و بزرگ، ساختمانهای عظیم. مثلا همین الان چند تا شهر تو دنیا به نظرم اومد. الا ماشاءالله. شما همین الان نگاه کنید دیگه، مدعیان تمدن امروز در دنیا کیا هستن؟ کیا میگن ما صاحب تکنولوژی، قدرت، ثروت و تمدنیم در عالم؟ و چه شهرهایی رو مظهر اون قرار دادن که این شهرها مظهر تمدن امروزی دنیاست، پیشرفت‌های امروزی بشره. شما نگاه کنید در آمریکا، در اروپا، در بعضی از کشورهای دیگه هست. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم یخلق مثلها فی البلاد، شهری که مثلش در تمام سرزمین ها به وجود نیامد، خلق نشد، کسی مثل این شهر رو نساخت. یه وقتایی ما فکر میکنیم دیگه الان بشر به این قدرت و ثروت و تکنولوژی و صنعت رسیده و هیچ سابقه ای اینا نداشته. بشر در سابقه تاریخی خودش مقاطعی رو سپری کرده. ارم ذات العماد التي لم یخلق مثلها فی البلاد. بعد سوال ادامه میده و ثمود. ببینید الم تر کیف فعل ربک بعاد و ثمود، ندیدی پروردگار تو با ثمود چه کار کرد؟ قوم ثمود کیا بودن؟ میگه الذین جابوا الصخر بالواد، همونایی که شهر میخواستن بسازن، نه تو دشتا و صحراها و با خاک و خشت، نه، رفتن کوه ها رو، دره ها رو، صخره ها رو شکاف دادن، لابلای صخره ها تو مستحکم ترین موقعیت کوهستانی
برای خودشون شهر ساختن. من رفتم اونجا آقا. جدی؟ توی اون سوراخ‌های کوه رفتم. عجب. قسمت که اون سالی که قسمت شد رفتیم مکه و مدینه، شدم مشرف بشن از طرف سازمان، ما رو بردن اونجا. یه جای به شدت عجیب و غریبیه. این یک نمونه‌ای بوده از اون قدرت نمایی بشر که آقا دیگه من رفتم یه جایی واسه خودم خونه ساختم که نه سیلی، نه زلزله‌ای، نه باد و بارونی، هیچی نتونه بلای سر من بیاره. ندیدی خدا با ثمود چه کار کرد؟ الذین جابوا الصخر بالواد. و فرعون، اون طاغوت مدعی که میگفت انا ربکم الاعلی، خودشو خدای دنیا میدونست، مثل اینکه در دنیای امروز ما یکی مثل ترامپ خودش رو خدای این دنیا میدونه، خیال میکنه سرنوشت همه مردم در تمام سرزمین‌های این کره خاکی به دست اوست. ندیدی خدا با فرعون چه کار کرد؟ و فرعون ذی الاوتاد، فرعونی که دارای اوتاد بود. اوتاد جمع وتد، وتد یعنی میخ. جالب، قرآن درباره کوه میگه میخ، میگه والجبال اوتادا، سوره نبأ. چرا به فرعون میگن ذی الاوتاد؟ چون ساختمونایی ساخته مثل کوه، مانند میخ به زمین کوبیده شده. کوه رو میگن میخ چون مایه استحکام زمینه. خدا میگه این فرعون ساختمونایی ساخته که مایه استحکام زمین میتونی تلقیش کنی. انقدر این ساختمون ها ریشه دار و عظیمن. شما نمونه این ساختمون ها رو در اهرام ثلاثه میتونید ببینید. مثلا خواسته اعدای خدا رو در بیاره. اعدای خدا رو در بیاره. خدا کوه ساخته میخ کرده. اینم مثلا یه چیز، منم همین کارو کردم. بعد از هزاران سال هنوز مونده باشه. مثلا و فرعون ذی الاوتاد. بعد میفرماید که با اینها چه کار کردم؟ اینا چه کسانی بودن؟ الذین، عاد و ثمود و فرعون، الذین طغوا فی البلاد. اینا کسانی بودن که در سرزمین ها طغیان کردن. این کلمه طغیان روش تاکید دارم. طغیان یعنی سرکشی، یعنی از حد گذروندن. الذین طغوا فی البلاد، حد نگه نداشتن. فاکثروا فیها الفساد، فساد و تباهی رو در سرزمین ها گسترش دادن. زمین شد جولانگاه گسترش فساد همینا، همین قوم عاد، همین قوم ثمود و همین فرعون مدعی. مثل اینکه امروز میبینیم یک عده‌ای در دنیا به خودشون اجازه میدن کل دنیا رو در سیطره خودشون بدونن و در تمام دنیا قتل و غارت و تباهی رو گسترش بدن به نام صلح، به نام امنیت، اما منافع مردم دنیا رو، حقوق مردم دنیا رو به رسمیت نشناسن. بدترین ظلم ها رو در حق اونها بکنن، ظلم های نظامی، فرهنگی، اقتصادی. بدترین تحریم ها رو اعمال کنن، بدترین جنایت ها رو بکنن. نمونه هاشو میبینیم. صهیونیسم جهانی چه کار میکنه؟ پشتیبان اون آمریکای جنایتکار چه کار میکنه؟ واقعا به نظرم ترامپ میره عربستان باید ببرنش همینجوری که ما رو بردن ببینه. آره مثلا ببینه. یه منطقه مثلا همین کسانی که باید آیات قرآن رو براش بخونن، حالیش کنن که دنیا دست کیه، جایی که بله. اونجا واقعا یه سرزمین خوفناکه. یعنی از همه اون مظاهر قدر قدرت و صنعت و پیشرفتی که بوده، شما مثال زدین قرآن، از قرآن چیزی که به جا مونده رو برن ببینن که واقعا انقدر الان دارن به قدرتشون و به این ساخت سازاشون و به این قدرت نظامیشون مینازن بدن. اگه اون مسیر رو برن تاش اینه دیگه. چیه؟ همینی که الان هیچ چیز ازش نمونده. تا اینجا یه سوال بود. خب من اون سوال یه بار دیگه میخوام با لحن سوالی بخونم. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. تازه سوال اینجا تموم میشه. ندیدی خدا با عاد، صاحبان اون ارم مستحکم بی‌نظیر، و ثمود، آنان که صخره ها را در لابلای دره ها شکافتند، و فرعون، اون که مانند میخ ساختمان هایی بزرگ بنا کرد و به زمین کوبید، آنان که طغیان کردند در سرزمین ها و فساد را گسترش دادند، چه کرد؟ حالا ما منتظر جوابیم. جواب سوال اینه: فصب علیهم ربک صوت عذاب.
پروردگار تو. اینجا یه تعبیر لطیفه، صب یعنی فرو ریخت، فرو ریخت بر سر آنان پروردگار تو تازیانه عذاب را. صوت عذاب یعنی تازیانه عذاب. تازیانه رو چکار میکنن؟ میزنن یا فرو میریزن؟ میزنن دیگه. اینجا میگه تازیانه را فرو ریخت، اون تمدنشون رو سرشون خراب کرد. نه اون ثروت، نه اون قدرت، نه اون شوکت، نه اون صنعت، نه اون تکنولوژی، هیچی به دردشون نخورد، هیچی به دادشون نرسید. فصب علیهم ربک صوت عذاب. چرا؟ چون ان ربک لبالمرصاد. مرصاد یعنی کمینگاه. یه پروردگار تو قطعا در کمینگاهه. کمینگاه چه ویژگی داره؟ میگن کمین کرده. کمین یعنی این که تو نمیبینیش، اون تو رو میبینه. تو حواست بهش نیست، اون حواسش به تو هست. ما خیال میکنیم اینا دارن همینجوری میتازن و جلو میرن. آقا هیچکی جلودار اینا نیست. انگار هیچکی حواسش اصلا به اینا نیست. ان ربک لبالمرصاد. پروردگار تو در کمینگاه. خدا همه رو داره میبینه، اینا رو هم داره میبینه. چه میکنن، چه جور پیش میرن، طغیانشون رو، گسترش فسادشون رو، آدم کشی هاشون رو، نسل کشی هاشون رو، تحریم هاشون رو، دزدی ها و غارت هاشون رو، همه رو خدا داره میبینه. خدا راضی نیست کسی روی این زمین خودشو مالک تمام ثروت و قدرت ببینه و بخواد بنده های خدا رو به بردگی بگیره. فرعون چه بود کارش؟ بنده های خدا رو کرده بود برده های خودش. خدا راضی به این نیست. خدا میگه من دارم میبینم، حواستون باشه. این آیاتی که خوندم اشاره میکنه به عاقبت طغیانگران مفسد، سرکش هایی که فساد رو در سطح زمین گسترش میدن. نمونه های تاریخیش عاد، ثمود و فرعونه، اما نمونه های امروزی هم کم براش سراغ نداریم. تا اینجا یادمون باشه چند تا قسم خدا یاد کرد اول سوره. گفت خوب فکر کنید ببینید به اندازه کافی تأکید کردم. اون قسم ها به عید قربان مربوط بود و به شبهای دهگانه اول ذوالحجه و ترویه و عرفه و شب عید قربان. بعد دفعه بحث عوض شد، اومد کلا تو بحث عاد و ثمود و فرعون و عاقبتی که سر اینا اومد. اینجا خدا بازم از همین بحث تاریخی که ارائه داده فرمون سوره رو میچرخونه، بحث رو میاره یه مقدار بروزترش میکنه برای اینکه ما بفهمیم از اون بحث تاریخی چه نتیجه‌ای بگیریم. فاما الانسان، فاما الانسان، اما انسان یعنی چی؟ یعنی آقا ما عاد گفتیم، ثمود گفتیم، فرعون گفتیم، اما قصه انسانه ها. فکر نکنید قرآن کتاب قصه است، کتاب تاریخه، 4 تا قصه تعریف کرد و تموم شد. نه، اینا رو گفتیم با انسان کار داریم. فاما الانسان، انسان یه مسئله ای داره. چیه؟ اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. خدا انسان رو امتحان میکنه. ابتلا، مبتلاه یعنی ابتلا، امتحان. انسان رو امتحان میکنه. چجوری؟ فاکرمه، این انسان رو خلاصه گرامی میداره. چجوری؟ و نعمه، نعمت فراوان میریزه رو سره. آقا ثروت، قدرت، شهرت، فرزند، امکانات. اکرمه و نعمه. فیقول، انسان چه عکس العملی نشون میده؟ بازتابش چیه؟ ربی اکرمن، پروردگارم منو اکرام کرد، خدا منو احترام کرد. خدا چیکار کرد؟ امتحان کرد. برای امتحان او را احترام کرد، برای امتحان به او نعمت داد. اما واکنش انسان چیه؟ انگار امتحان رو ندید. نمیگه پروردگارم منو امتحان کرد، میگه پروردگارم منو احترام کرد. معلومه که خدا ما رو دوست داره. معلومه خدا هوای ما رو بیشتر داره، چون ما رو بیشتر دوست داره. میبینی ثروتمون از همه بیشتره. به لحاظ روانشناختی انسان وقتی دارای امکانات بیشتر، قدرت و ثروت بیشتر میشه، رفته انسانها و جوامع هرچه ثروت و قدرتشون بیشتر میشه،
به لحاظ روانشناختی یک احساس خودشیفتگی بهشون دست میده که بله ما معلومه تافته جدا بافته ای هستیم، به هر حال خدا اینجوری به ما حال داده و الا بقیه رو نگاه کن. نه اصلا من عقلم بیشتر میرسه، عقلم بیشتر میرسه، زورم بیشتر رسیده، نمیدونم بالاخره موقعیت استراتژیک بهتری داشتم، پس معلومه خدا بیشتر با ماه دیگه. همین حس روانشناختی به این دست انسان ها حق میده طغیان کنن. اول سقوط اون جریان طغیان عاد و ثمود و فرعون رو به یادمون بیاریم. الذین طغوا، چی شد اینا طغیان کردن؟ چی شد از حد گذروندن؟ خیال کردن کسی هن. خیال کردن عزیز کرده های خدان. خدا دوستشون داشته این امکانات رو بهشون داده، این هوش و این زیبایی و این امکانات و موقعیت استراتژیک و هرچی دوستشون داشته بهشون داده. امتحان رو ندیدن. آقا دیدن امتحان چه فرقی مگر ایجاد بکنه؟ کسی که امتحان رو میبینه دنبال اینه که چه جوابی باید به امتحان بده. اگر من ثروتمندم، قدرتمندم یا امکانات بهتر و بیشتری دارم، چه وظیفه‌ای دارم، چیکار باید بکنم؟ این میشه امتحانی دیدن. یه بار اینه که آقا من دارم. مثال قرآنیشو میخوام براتون بزنم. به این مثال قرآنی اعتنا کنیم، داستان قشنگیه. ما 2 تا ثروتمند، خیلی ثروتمند تو قرآن داریم. درست. یکیش قارونه. اونقدر ثروت داره که میگه کلید گنجینه های ثروت قارون رو چندین مرد میخواست جابجا کنن. عجب. چندین بار شتر باید میکردی مردان این شترها رو حرکت بدن و چه بحثای مفصلی داره. ثروتمند شدید، طوری که مردم نگاه میکردن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش اونی که قارون داشت ما هم داشتیم، حسرت او رو میخوردن. امکاناتش خیلی بود. از قارون سوال میشه از کجا آوردی؟ جوابش رو دقت کنید. انما اوتیته علی علم عندی. آقا تخصصشو داشتم، لیاقتشو داشتم، ارزشو داشتم، به من داده شده. ارزه نداشتید به شما ندادم. انما اوتیته علی علم عندی. میگه من، خودشیفتگی یعنی این. حضرت سلیمان هم خیلی ثروت داره، خیلی قدرت داره. یه چشمه از قدرتش اینه که تخت بلقیس رو میخواد براش حاضر کنن. بلقیس اون بر دنیای پادشاهیه. سلیمان علیه السلام میگه تختش رو اینجا حاضر کنید. بلقیس تو راه اینجا اومد، تخت خودش رو ببینه، بفهمه ما کی هستیم با کی طرفه. تخت پادشاهیشو بیارید. آره. اون داره میرسه. تو جلسه سلیمان علیه السلام میگه قال عفریت من الجن، یکی از جنیان اونجا حاضر بود، در خدمت سلیمان علیه السلام بود. گفت من میارم، انا آتی، که به من برات اون تخت رو میارم، من قبل ان تقوم من مقامک، قبل اینکه از جات بلند شی. بعد قال من عنده علم من الکتاب، وزیر سلیمان علیه السلام آصف ابن برخیا علمی از کتاب داشت. گفت من برات این تخت رو میارم من قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشمتو به هم بزنی. و سلیمان دید تخت حاضره. برن صاحبان علم و تکنولوژی امروز با خودشون بررسی کنن چه درجه ای از علم لازمه که یک تخت فیزیکی رو بتونی شیئی رو از اون بر دنیا به طرفت العینی این بر حاضر کنی. این قدرت سلیمانه، این عظمت سلیمانه. حالا اینجا عکس العمل سلیمان علیه السلام رو ببینید. گفت هذا من فضل ربی. اینایی که شما اشاره کردین بودن که میگفتن انا ربکم الاعلی دیگه، همون انا ربکم هذا من فضل ربی، این از لطف پروردگار من است. عبارت خواهش میکنم لیبلونی، تا مرا امتحان کند. الله. اشکر، آیا شکر میکنم ام اکفر، یا ناسپاسی میکنم. سلیمان نمیگه این منم، این منم، میگه این لطف پروردگار منه که منو امتحانم کنه، شکر میکنم یا ناسپاسی. قارون چی میگه؟ میگه این منم. این 2 تا ثروت، این 2 تا روی کرد. میگه انسان، اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، میگه منم. و اما اذا مبتلاه، وقتی پروردگار همین انسان رو امتحان میکنه، یه جور دیگه امتحان میکنه این بار، چون امتحان که همیشه با ثروت نیست. فقدر علیه رزقه، این بار رزق انسان رو تنگ میگیره. آقا سلامتی داشتی، مریض شد. حالا فعلا دست و پنجه نرم کن با این بیماری
بدخیم دست و پنجه نرم کن با این بیماری لاعلاج، یا اصلا سخت علاج صعب العلاج. قدر علیه رزقه، فرزندانی داشت ازش میگیره، خود ثروت و فقر، ثروتش ازش میگیره، سلامتیش، فرزندانش، قدرتش، امکاناتش. فقدر علیه رزقه. این انسان چی میگه؟ فیقول، انسان میگه ربی اهانن، پروردگارم به من اهانت کرد. اینجا میگه پروردگارم اهانت کرد از من گرفت، اونجا نمیگه پروردگارم داد من. خیلی عجیبه. اونجا به خودش میگیره، اینجا میگه به من. اونجا میگه خدا به من لطف کرده چون منو خوب دیده. اینجا میگه خدا روش از من برگردونده چون با من مشکل داره. یعنی انسان همش داره این میبینه که آقا گویا پروردگار داره با دادن نعمت به او یا گرفتن نعمت از او با او حرف میزنه، دوست دارم از تو بدم میاد. خوب دقت کنید. میفهمم. وقتی حب به دنیا اومد تو وجود، علاقه به دنیا وقتی اومد تو وجود نشست، خدا با دنیا هر جور با انسان تعامل کنه انسان حالیش نمیشه. دنیا رو به انسان بده، انسان متوجه نمیشه، و از انسان بگیره، بازم انسان متوجه امتحان و ابتلا نمیشه. ظاهرا اشاره شد که وقت ما هم تمام شده. آره. ما تا اینجای سوره مبارکه فجر به چی رسیدیم؟ به اینکه یک طغیانگران مفسدی در عالم بودند که مجازات شدند و الان هم هستند که مجازات خواهند شد. و این طغیانگران مفسد مسئله اصلیشون این بوده که ابتلا رو ندیدن، ثروت و قدرتی که در اختیارشون بوده رو برای امتحان ندیدن، فکر کردن خودشون شایسته اون ثروت و قدرت بودن، دچار خودشیفتگی شدن، به بقیه ظلم کردن و فساد و تباهی رو در دنیا گسترش دادن. انشاءالله وعده شما و وعده بیننده های عزیزمون جلسه آینده سوره مبارکه فجر رو با هم دیگه تدبرش رو به پایان ببریم. اینجاست که باید گفت فاعتبروا یا اول الابصار. ان شاءالله که خدا کمکمون بکنه اینا عبرت بشه، برامون درس بگیریم. آقا خیلی لطف کردیم، مثل همیشه حظ بردیم. اوامری ممنونم. زنده باشید. خدا محبت دارید. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. امیدوارم که برنامه به دلتون نشسته باشه. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. الهی که خیلی زود شما رو توی این مکان نورانی و چشم نواز و دل نواز ببینم. التماس دعا یا حق. خداحافظ.